تا رسید به 2 متری 1 متری پیامبر صلی الله علیه وسلم برای بار دوم 2 پای اسبش تا بالای زانو رفت توی زمین، سخت به زمین خورد. بار دوم که به زمین خورد اونم 1 متری 2 متری پیروزیش که فکر میکرد سر معلمو میبره و 100 تا شتر میگیره، این بار دید که پای اسبش تا بالای زانو تو زمین رفته. به زحمت معلم داره کار خودش میکنه میره، به زحمت پای اسبشو از زمین بیرون کشید. هنگامی که پای اسبشو بیرون کشید دودی سیاه و غلیظ از جای پای اسبش بلند شد به آسمان رفت. وقتی که بلند شد صدا زد محمد محمد، میمو هیو میمو دال. معنیش چیه؟ علم، دانش، اخلاق، عشق، محبت، رحمت، شفقت، انسانیت، صفا، صمیمیت، دوستی. هرچی بگیم کم گفتیم. همه این چیزهایی که گفتیم تو این میم و ح و میم و دال، آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. گفت محمد، پیامبر روشو برگردان، گفت امان یا محمد، به من امان بده. دیگه متوجه شد که به این شخص، به این معلم نمیتونه دسترسی داشته باشه. ایشون بازنده شد و پذیرفت که بازنده است، ولی بازم نفهمید که این معلم کیه و چیه. و اگر این معلم بعد از این که بار دوم به زمین خورد و پای اسبشو بیرون کشید و فهمید که این معلم مسونه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای رسول ما، ای فرستاده بر حق ما، مأموریت تو انجام بده. بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان، تبلیغ کن. اگر این کار نکردید تو رسالت خدا رو نرسوندید و خدا تو رو مسون و محفوظ می‌دارد تا آخرین آیه قرآن رو برسانید. اگر درس ما درس قرآن بود، دل ما پر از نور ایمان بود. نشیدی که برادرمون ستار خوندن، فهمید که بهش دسترسی نداره، 100 تا شتر رو باخته و بازنده هست، ولی باز معلم رو نشناخت. اگر میشناخت نمیگفت محمد امان، میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چرا گفت محمد امان؟ چون که فهمید این محمد یه روزی به مکه برمیگردد و مکه زانو میزند. میدونه معنیش چیه؟ تقاضایی چه کرد؟ گفت محمد امان. یعنی چی؟ یعنی اگر یه روزی در آینده نزدیک برگشتی به مکه، مکه زانو زد، مکه تسلیم تو شد، من در مکه بودم، از من انتقام نگیر. معلمو نشناخت، چون فهمید که یک روزی همین کسی که امروز رانده شده، وادار به هجرت شده، طرد شده، آواره شده، یه روزی به مکه برمیگردد، با اقتدار به مکه برمیگردد. قطعا میدونه سراقه ابن مالک. به خاطر همین گفت اگه یه روزی به مکه آمدید، با اقتدار وارد مکه شدید، از من انتقام نگیر. آیا ایشون معلم رو میشناخته؟
با حب انتقام کسی میتونه معلم باشه؟ کسی میتونه مصلح اجتماعی باشه اگر حب انتقام داشته باشه؟ کسی میتونه مربی باشه اگر خودخواه و مغرور باشه؟ اونایی که حب انتقام دارن خودخواه و مغرورن. به من امان بده. گفت تو در امانی. مثل این که سراقه میفهمید که 8 سال دیگه بر میگردد. این یک نمونه از کسی که رفت قدر معلمو نمیفهمید، معلمو نمیشناخت، در نتیجه حاضر شد که سر معلم بره، جامعه بدون معلم و مربی و دلسوز بماند. 100 تا شتر بیاد تو رسیدش، 100 تا گاو بیاد تو آغلش. امروز هم هستند که به سر میکروفون میگن سر مار. این میکروفونه، اش میگن مار، سر مار. این میکروفون نیست. حتما یه چیک سفیدی بهش دادن که بگه این میکروفون نیست، این سر ماره، یا این در نیست، این پنجره هست. حق و باطل کردن و باطل و حق کردن یا چک سفیده یا یه فشنگیست که اینجاست، یا طمع یا تهدید دیگه. امروز هم عالم نماها و ملا نماهای دین و مذهب فروش داریم که به یه پست و مقامی برسد، رو حساب چی باشد؟ رو حساب سر معلم. حالا به تو هم یه پستی دادن، یه مقامی دادن، یه امنیتی بهت دادن. بعضی از این ترسوها فکر میکنن که به طرف بگن این میکروفون نیست، این سر ماره یا این چوبه، در امانه. در صورتی که خداوند چیز دیگه میفرماین، میگه فلیعبدوا رب هذا البیت. تو باید رب اون خانه خدا کعبه رو معظم بشمارید. وقتی اون معظم شد دیگه این نمیگی سر ماره، این نمیگی چوبه، این میکروفونه. فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اسلام یعنی سلامتی، ایمان کامل و راسخ یعنی امان و امنیت. این دو واژه است، این دو واژه است، اما دو محتواست. اسلام یعنی سلامتی و ایمان یعنی امان و امنیت. فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم. اینجا اگر لرزید این پاها می لرزه. و آمنهم من خوف. الله عزیز، الله عظیم. اینو بگید همیشه، الله عزیز، الله عظیم، الله عزیز. هیچ عزیزی نباید عزیزتر از الله باشه. عزیزا را باید فدای عزیزترین بکنیم، نه اینکه عزیزترین رو فدای عزیزانمون بکنیم. و الله عظیم دو قسمته، یکی عظمت و بزرگی است که با تهدید جابجا میکنید عظمت و بزرگی رو، و یکی عزیز بودن و دوست داشتنی است و دوست داشتنه. چون دو تا سلطان بر دل ما هست، یکی سلطان عشق و یکی سلطان خوف و ترس. اینجاست که وقتی گفتی الله عزیز و الله عظیم، هر دو سلطان رو دادید به الله که بر دل تو سلطنت بکنه. اینجا محل کرسی خداونده. خداوند دو کرسی میزند، کرسی عشق و کرسی خوف.
که هر دو کرسی عشقه. ما کرسی خوف از خدا نداریم. فرق بین خالق و مخلوق علما میگویند اینه که اگر از مخلوق ترسیدید ازش فرار میکنید، نفرت پیدا میکنید، اما هرچی ترست و خوفت از خالق بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه، به طرف خالق انست بیشتر میشه. کسی به خالق نزدیکتره که ترسش بیشتر باشه. پس این ترس نیست، چون ترس انس نمیاره، ترس نفرت و فرار میاره. خیلی ظریفه. فلانی به خدا نزدیکتره چون خدا ترستره. اگر یک نفر سکران خنجری دستشه، نیستید یک گرگ در